مؤسسه تحصیلات مانی عمومی رقم 25 شهرک سوخدیان امروز یکی از مؤسسه‌های پیشقدم ساحه معارف به حساب می‌رود. این مؤسسه با سطح بلند تعلیم و تربیت، اشتراک فعال در آزمون المپیادها و دستاوردهای نظررس خوانندگان در سطح ناحیوی ولایتی شهرت پیدا کرده است. مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 25 سال 1988 تأسیس یافته. مأموریت و کالکتیو مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 25 شهرک سوخدیان در سالهای 2025 2026 فعالیت خود را در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، کانسپسی ملی تربیت، کانسپسی ملی تحصیلات و آیین‌نامه مؤسسه و دیگر حجت‌های معیاری حقوقی ساحه معارف و راه مانده برای بهتر نمودن صفت کار تعلیم و تربیت یک قطار کارهای نیک را به انجام رسانیده. در سال تحصیل نو در مؤسسه 36 نفر آموزگاران کار میکنند که 30 نفرشون با تحصیلات عالی و 6 نفرشون با تحصیلات میانی عمومی پداگوژی باشند. در این مؤسسه 610 نفر خوانندگان قرار گرفته شدند که در بین اینها 294 نفر دختر و 316 نفر را پسران تشکیل می‌کنند. سال گذشته 28 نفر خوانندگان صنف 11 و 47 نفر خوانندگان صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانی رقم 25 را ختم نمودند. از شماری ختم کنندگان صنف 11 25 نفرشون به مؤسسه تحصیلات عالی قبول شدند که در بین آنها یک نفر خواننده ملاجان می‌رود در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. حالا اشتراک نموده در آزمون جمهوری جای سوم را اشغال نمود. باعث فخر و افتخار ما آن است که آموزگاران ورزیده در این مؤسسه کار و فعالیت کرده ایستادند. 610 نفر خوانندگان خوشبخت و خوشحاله در این مؤسسه آباد و زمانوی تحصیل کرده ایستادند و در تمام چهاربینی‌های شهری، جماعتی و مکتبی خوانندگان ما فعال اشتراک میکنند. پیوسته در المپیادها، در آزمون‌های فروغ صبح دانایی سال گذشته یک نفر خط کننده این مؤسسه ملاجان مهرآور با دستاورد خود در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کردگی بود. در به طور رایگان و دانشگاه طبی شهر دوشنبه قبول شد و اینچنین هر سال خوانندگان ما در به گرفتن استیپندی پیوزل سرفراز می‌گردند و ما برای هوسمند کردن نشون در مکتب گوشه‌های مخصوص گرندگان استیپندی پیوزل تشکیل کردیم. بچه‌ها در آزمون المپیادها اشتراک می‌کنند. در این باره هم گوشه‌ها هست. مکتب طرح زمانوی دارد. ترتیب سیستم گرمایدهی مکتب برقی می باشد. ما با برق دائمی هست. ما خوشبخت هستیم که مؤسسه ما در نزد یک کارخانه با نفوذ در نزد طلازآباد است فعالیت میکنند و مؤسسه از طرف پدر و مادران همیشه دستگیری می‌یابد. تریزه‌هایی که پیشتر بود و فرسوده شده بود در طی این 2 سال ما اکثریتش را به تریزه‌های زمانی پلاستیکی عوض نمودیم و زدی مجلسگاه مؤسسه ما این سال کلاً تغییر می‌یابد با سرپرستی کارخانه مشترک زرافشان. با باوری گفته می‌توانم که آموزگاران و خوانندگان این مؤسسه با سر بلند و بخشیده به 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان سمگزار میباشند با دستاوردهای خوب. در مؤسسه آموزگارانی صاحب تجربه فعالیت نموده برای بلند برداشتن صفت تعلیم از اصولهای معاصر آموزش استفاده میبرند. سنخانه‌ها با لازمات تعلیمی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و شرایط مساعد تحصیل تامین میباشند. این مؤسسه در زمان اتحاد شوروی برای 1500 نفر خواننده در یک بست ساخته شد. حکومت شوروی باوری داشت که در کان طلای زرافشان کار میکند، طلای زیادی استحصال میکند. ولی وقتی که اتحاد شوروی برهم خورد، این مکتب
برای مردم شهرک سغدیان باقی ماند، ولی که شماره ساکنان شهرک سغدیان و آن درجه‌ای که شوروی میخواست نیست امروز. و امروز در این مؤسسه 610 نفر خوانندگان تعلیم میگیرند. ما افتخار از آن میکنیم که از سال 1991 صاحب استقلال هستیم. همین صاحب استقلالی برای ما درهای جهان را گشود. ما از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان آنقدر منتدار هستیم که اگر آن را حساب کنیم از زمین تا آسمان است. چون که محض همه مرد شریف توانستند ما را از گرداب محوشوی ایمن نگاه دارند، ما را دوباره زنده کنند، ما را دوباره وطن کنند. اگر ایشان نمی بودند امروز ما در چند که کدام ظالم و کدام حال بودیم خودمون نمیدونیم. محض با طفیل اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به درجه رسیدیم که امروز خودمون رو میشناسیم، تمدن آریانی رو میشناسیم، کوروش بزرگ رو میشناسیم و ما حس میکنیم که ما از آن ملت های نیستیم که خود از خود پیدا شده باشند، برای با دزدی تمدن دیگران پیدا شده باشند، با دزدی شعرا و علمای دیگر ملت خودشان رو بزرگ حساب کنند. در چند جا ما ترجمه های آثار فردوسی رو میبینیم، عطار رو میبینیم، دیگران رو میبینیم که حتی اشاره نمیشود که ترجمه از زبان فارسی هست. و این مؤسسه که ما در آن تعلیم میدیم اصلا با دو خلق تعلق دارد. چون که اگر 60% خوانندگان ما تاجیکان باشند 40% ازبکان هستند و آنها آنقدر همین پیغام در صحبت با یک پدر من گفتم که در اینجا فعالترین خوانندگان ازبک هستند که با زبان تاجیکی تحصیل میکنند. خوانندگان مؤسسه در برابر از خود کردن دانش‌های زمانوی در چاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی و تربیوی نیز فعالانه اشتراک میکنند که این به تشکل جهانبینی و قابلیت‌های آنها مساعدت می‌نماید. من سیدا و فرشته‌ما خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 به نام علامه باباجان غفورов میباشم. من اشتراکچی فعال آزمون فروغ طب دانایی در دور بخش ولایتی میباشم و من از روی نمونه‌ی کلاسیک در این آزمون طول 3 سال است که اشتراک می‌کنم. Я Мухтарзаде Зульфия Бонни, ученица 11 А класса среднего общеобразовательного учреждения номер 25 имени Бабаджана Ғафурова, являюсь активной участницей городских олимпиад по алгебре и русскому языку. В 2025 году получила 3-е место по русскому языку в городских олимпиадах. من الیاس مومیده خواننده صنف دهی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 به نام باباجان غفورov میباشم. من در آزمون گیرنده استیپендیای پرزیدنتی اشتراک نموده سال 2025 برد نموده بودم و البته همساله در آزمون‌ها از زبان‌های انگلیسی، روسی اشتراک می‌نمایم و جای‌های نمایان را اشغال می‌کنم. My name is Rahmanqulova Nizaramov. I am a student of school number 25. My school is a place where I learn many new things every day. In my school we study subject as mathematics, history, biology, English. I like my school. من مفتارова Сумая, خواننده صنف ده بهی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 به نام اکادمی باباجان غفورov. سال اول از آزمون جمهوری علم فوق معرفت در دور شهری جای سوم را اشغال نمودم. در دور ولایتی نیز فعالانه اشتراک نمودم. منتدای خدا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم و خود امیدوارم که در سال آینده در این آزمون من به غالبیت به جا میآورم.
خوانندگان مؤسسه در برابر از خود کردن دانش‌های زمانوی در چاره‌بینی‌های فرهنگی، ورزشی و تربیوی نیز فعالانه اشتراک می‌کنند که این به تشکل جهانبینی و قابلیت آنها مساعدت می‌نماید. موضوع درس تربیوی امروزه ما هر آن کس که شاهنامه خوانی کند بخشیده به تحفه اساسگذار صلح و وحدت ملی و پیشواز 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان کتاب شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی می باشد. به خاطر آگاهی هرچه بیشتر مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان خویش شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی چاپ و به تمام مردم تقدیم کرده شده است. به نام خداوند جان و خرد کز او برتر اندیشه بر نگذرد. مقصدهای درس امروزه ما احترام به اثرهای نیاگان خود، آموختن اثر بی‌زوال شاهنامه، تربیت کردن خوانندگان در روحیه وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی، قهرمانی و دلیری می باشد. آچه جان امروز معلم در درس ادبیات گفتند که من دخترچه بالیاقت هستم و باید در آزمون شاهنامه خوانی اشتراک نموده جای نمایان را سزاوار گردم. احسن دخترم، ولی من کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را از یکانجا نیافتم. مگر در دکان کتاب فروشی نیست؟ نمیدانم آچه جان، باشدم خیلی گران. ای خدای مهربان، یافتن کتاب را به ما آسان کن. سلام خاله جان. سلام پسرم. من کاتب رئیس جماعت کاسه‌تراش میباشم. نام من اسرافیل عبدالرحیم. امروز تحفه پرارزش پیشوای ملت و تمام خانواده سپرده شده است. من این کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی دو جلده را از نام پیشوای ملت به شما تحفه میکنم خاله جان. واه چه ناز. تشکر پسرم. اکنون میخوام به پیشوای ملت محترم امامی رحمان مینتداری خود را به یک دعای مادرانه برسانم. اله آمین. خداوندا سرور دولت ما را در پناهت نگاه دار، عمرشان را دراز کن، در سر ملت تاجیک زنده و سلامت باشند. خداوندا نگه داری تو این مرد خدا داده که دارد عمر ما را تا ابد اینطور آزاده. آمین. تشکر پسرم. تشکر من به پیشوای ملت برسان. رحمت خواهد. اکنون دخترم میتوانی به آزمون آماده شوی. به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جان، خداوندی روزدیه و رهنمای، خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. گفتار اندر ستایش خرد، کنون ای خردمند وصف خرد. بدین جایگاه گفتن اندر خرد، بگه تا چه داری بیار از خرد. که گوشی نیاشنده زو برخورد، خرد بهتر از هرچی ایزاه داد. ستایش خرد را به از راه داد. بر تخت نشستن شیرویه و اندرز کردن و فرستادن سران نزد پدر و پند و پوزش. چو شیروی بنشست
بر تخت شد به سر بر نهاد آن کی تاج داد برفتند گردان ایرانیان بر خواندند آفرینی کیان چنین گفت هر یک به بانگی بلند که ای پرهنر خسروی ارجمند. بازگشتنی رستم به زابلستان و زان جایگه شاه لشکر بیراند به ایران خرامی دو رستم بیماند بدان تا زواره بیاید زیرا بر آگهی آورد زان سپاه زواره بیامد سپیده دمان سپه راند رستم همان در زمان پس آنگه سوی زابلستان کشید چو آگاهی از وی به دستان رسید. کشتن اسفندیار زنی جادو را سر را پرده زد بر لبی آب شاه همه خیمه زد گردشان در سپاه می آورد بر خان و میخواره خواست و یادی جهاندار بر پای خواست بفرمود تا بر زمانی گرگساران بیامد نوان پیش اسفندیار می خسروانی سه جامش بداد بخندید و زان اژدها کرد یاد. داستانی بخش کردن فریدون جهان را بر پسرانش نوفتا چو بیرون کشید از نهان پس بخش کرد آفریدون جهان یکی روم خاور دیگر ترکچین سوم دشت گردان و ایران زمین نخستین به سال اندرون بنگرید همه روم و خاور مرو را گزید بفرمود تا لشکر برکشید گرازان سوی خاور اندر کشید. از این پس به منزل چه بش آیدم کجا رنج و تیمار به بش آیدم بد گفت ای مردمی بی بها بماند ای دماخنج نر اژدها بگفت ای شاه پیرزگار همه یابی از اختر نگ بر سپهداری تو ایران تو دیده پراب شگیت فره مانده ز افراسیاب که چندین سخنهاش یاد آمده است روانش همه سوی داد آمده است. بس رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم در این فارسی نمیرم از این پس که من زنده ام که تخمی سخن را پراکندم. نسل آریانم ملتی کیانم رستمی زمانم من تاجیکم کوی سر بلندم داغی گزندم شاد و ارجمندم
بسیار میگه شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. خدا بزرگ دیگری میفرماید که هر کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود قهرمانی کند. شاهنامه این قاموس انسیکلوپدیای ملت فارس است که چنین کتاب در تاریخ انسانیت دیگر وجود ندارد. در بهای شاهنامه دیگر کتابی نیست که ما آن را با شاهنامه اندازه کنیم. شاهنامه اثر است که از ابتدای آفرینش آدم تا عصر فردوسی در بر میگیرد. داستان‌های زیاد این اثر را آرا دادند. خودی شاعر میگه بسا رنج بردم بدین سال سی، عجب زنده کردم بدین پارسی. نمیرم از این پس که من زندم، که تخمی سخن را پراکندم. وقتی که تخمی سخن را پراکند در دیگر اثرها از بین رفتند، به شاهنامه اضافه ها داخل شدند. به شاهنامه دیگر شاعران اضافه های خود را داخل کردند. ابیات شاهنامه از 60,000 بالا شد. سال روان وقتی که در ایران در شهر تهران شب شعر من میگذشت، در آنجا من یادآور شدم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمت در 2 جلد شاهنامه را به هر یک خانواده مردم تاجیک تقدیم میکنند. در آنجا شاعران و حافظان زیادی نشستگی بودند، حیران ماندند که نخود این کتاب بزرگ را پرزیدنت تاجیکستان به پول برآورده برای مردم دهد و امروز خوشبختانه همه شما صاحب این کتاب هستید. این کتاب برای در خانه نگاه داشتن نیست. این کتاب برای آن است که ما خوانیم، تاریخ خود را دانیم، قدر خود را دانیم، ملت خود را شناسیم. برای همین امروز در صنف 6 ا درس تربیوی عقیده، تقسیمات شاهنامه، بزرگی شاهنامه، آبادی ملت و این پرقدری این اثر بزرگ درس تربیوی گذاشته است که با معلم سبزین سلیم بای و البته علاچی معروف به علم جمهوری تاجیکستان ما تشکر بیان میکنیم که چنین خوانندگان رو اگر همه روز از شاهنامه تعلیم دهند، البته که این اثر باز هم شکوهمندتر می شود و باز هم در دل شما بیشتر جای می گیرد. من بایماتوف سهراب، رهبر سازمان خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 شهرک سعودیان به نام باباجان غفور. خب در مؤسسه ما اعضایان سازمان خوانندگان زیاده از 300 نفر می باشد که در 3 زینه فعالیت میکنند. زینه اول اختران، زینه دوم وارثان سامانیان و زینه سوم سامانیان می باشد. در هر یک زینه ها سمت ها فعالیت میکنند که خوانندگان با یک مسئولیتی بلند همه وقت وظیفه خود را اجرا میکنند. در مؤسسه ما منمی ماه دکتر چه آزمون‌های ورزشی گذاشت، چه چهاربینی ورزشی؟ من در آزمون‌های گذاشتم که یعنی آزمون‌های ورزشی گذاشتم که یعنی بچه‌ها یعنی لیاقت خود را یعنی سنجیده چیست چهاربینی خود را یعنی نشان دادن که باید هر یک یعنی هر یک بچه را باید ورزش مشغول شده چیست چهاربینی خود را نشان دهد. بله، چنانکه که در پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سن 16 دکبر شده گذشت، بسیار برای جوانان سخنهای خیلی تاثیربخش گفتند. جوانان گفتن آینده ملتند. فهمو ما باید پیروی اصیل پیشوای ملت شده دولت را آباد کنیم. رهبریت مکتب تاکید میکند که هدف اساسی تربیت نسل دانشمند وطن دوست و صاحب کسب می باشد. امروز خط کنندگان مکتب ما در تمام دنیا، در امریکا و مسکو، در برلین و در هندوستان، در ایران و در دیگر جا نام ملت ما را بلند داشته ایستادند. مردمی تربیت گرفتگان این مؤسسه
از اون فرق میکنند که با زبان هیتویی، زبان آلمانی، زبان انگلیسی، متماتیکا و دیگر دانش‌های خود فرق میکنند. غالب مدنی شاگرد این مؤسسه در آزمون فروغ سوپی دانایی کتاب است که امروز با غمخواری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در کرسی اول دانشگاه طبی تاجیکستان به آزمون قبول شد و امروز تحصیل میکند. این افتخار این مؤسسه هست، چون که محض همین آموزگاران این مؤسسه توانستند که با سروری اعلاچه معارف و علم جمهوری تاجیکستان که در وقتش دانشگاه را با دیپلم سرخ خط کرده است، زبیدالله ناریموف، این مؤسسه را برای دیگران معرفی کنند. ما شادمان از آن هستیم که یگون سال نیست که این مؤسسه دستاورد نداشته باشد و اگر کمی داوران دستگیری میکردن در دوره ولایتی، این سال نیست دو خواهر، یکی در صنف دوم میخواند و زیاده از 100 غزل میداند و 10 کتاب نثری خونده است، رباعی دو بیتی میداند، دلافروز سعید و فرشته سعید و در دور ولایتی اگر چندی جای نگرفتند فعالانه اشتراک کردند و این هم یک دستاورد مؤسسه ماست. و همین روز چند روز پیش من یک کودک را تنبیه دادم برای آدابش، برای دانش سستش. و امروز هنگامی که به درس آمدم علاقه و به نزد من آمد و 5 رباعی ابو علی ابن سینا را با تمام نازکی هایش قرائت کرد و من امروز برای او بهای 10 گذاشتم و بعد 1 ساعت به نزد من رفت و خواهش کرد که استاد شما می توانید که برای من کمک کنید که من در آزمون فروغ سوپی دانایی کتاب است و اشتراک کنم. من گفتم پسر جون با جون و دل. مؤسسه ما مؤسسه است که از رئیس مردمی شهرمان عبدالخالق خالق زاده، پروکورور شهر اسکندر رحمت زاده و دیگران به این مکتب یک توجه خاص دارند. همین خدومی پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمت زاده برای ما یک دنیا را اهدا کرد، یک جهان را اهدا کرد، چون که محض ایشون آمدن و حال خرابی تالار ما را دیدن و سپارش دادن که به یگان حجت تیار کنید، شما درختای سفیدار این مکتب رو برید. با کمک ایشون ما از کارخانه مشترک زرافشان به اندازه 100,000 سامانی کمک مالیوی دریافت کرده ایستادیم و امشب و روز این کمک با ما میرسد. ما این تالار را با پررگی تعمیر میکنیم. دیگرش اینکه یک معلمه مکتب که پیسرش همین مؤسسه را ختم کرده است تصمیم گرفت که با 10,000 سامانی اداره معلمان را تعمیر کنند و اون اداره در تریزه پلاستیکی آورد. اداره مؤسسه را با تمام وجودش تعمیر نمود. دیگر معلمه صنف ابتدایی ما، این معلمه میباشد ماهره مصطفی قل و علاچه معارف علمی جمهوری تاجیکستان بود و دیگر معلمه ما که در صنف ابتدایی درس میدهد انورای مرزای و 2 صنف را از تعمیر کلی برآورد و با آنها در تریزه پلاستیکی چسباند. این از همت بلند والدین این مؤسسه بازگو است. همین طریق تا امروز زیاده از 15 صنفخانه مکتب با تریزه های پلاستیکی پر
تامین کرده شدند و پدر و مادران همیشه در کوشش آن هستند همین مؤسسه را در حالت خوب نگه دارند، در حالت خوب فرزندانشان تحصیل کنند و خوشبختانه علاقه مؤسسه با والدین خیلی نزدیک است، چون که والدین همه روزه از دانش از خواندن بچه‌هاشون آگاه هستند و برای پیشگیری گناه فرزندان خود همیشه کمر همت بستند. در چاره‌بینی‌های مکتبی والدین پر اشتراک میکنند و روزی که در همین چاره‌بینی برق را احتیاط کردن با اشتراک پروکورور شهر پنجکین اسکندر رحمت زاده برگزار کردید و فکرم اونقدر آدم در این سر مکتب جمع شد که در یگان چاره‌بینی دیگر جمع نشده است و ما خوشبخت از اون هستیم که اگرچند که سین و سال ما به جای رسیده است در این مؤسسه تعلیم میدیم و شاگردان ما از درس ما خرسند هستند. شاگردان ما با سوالهای خود به ما مراجعت میکنند، برای گرفتن کتاب ها به ما مراجعت میکنند و از کتابخانه ما وسیع شاگردان استفاده میبرند. من باور دارم که مؤسسه ما امسال در چندین آزمون دیگر غالب می‌بیاید. حتی در دوره آبونه هم مؤسسه ما خیلی فعال بود. خودی من به زیاده از 1300 سامانی با روزنامه و مجله های دوری آبونه شدم، از آن جمله صدای شهر، ادبیات صنعت، ژورنال ادب، خردپشته، فصلنامه کمال خوجندی و غیره آبونه شدم. دیگر آموزگاران و شاگردان برای آبونه شدن همه روزه کوشش میکنند که سویه دانش خود را بالا بردارند و ما هم کوشش میکنیم که برای فرزندانی با امید به مکتب آمده چیزی داده توانیم. اگر همین روز ما یک کلمه، یک چیزی نو، یک شعری نو، یک بیت نو، یک کتاب نو اگر پیشنهاد کنیم، این برای ما مایه افتخار میشد. گفتن جایز است که مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 25 شهرک سوخدیان جوابگو به تمام معیارهای تعلیم و تربیت جوابگو بوده، تمام کابینت‌های فنی و صنف کابینت‌ها فعال با برق دائمی تامین میباشند. Елочка красавица, деткам очень нравится, обонки на небе стяжка входит. Новый год стучит в окошко, ждать еще чуть-чуть немножко. Пусть нам это Новый год много счастья принесет. У всех Новый год, и у нас Новый год. Ваза елочки зелен, хоробот, хоробот. Снег идет, Завтра Новый год, да чего ж у нас веселый, возле елки хоровод. اینچنین با کوشش و غیرت رهبریت مؤسسه میدانچه‌های ورزشی و حربی مجهز با لوازمات‌های ضروری فعالیت میکنند و باید قید کرد که تالار ورزشی مؤسسه بالا پوشی فرسوده داشت و حالا باشد با کوشش ماموریت مؤسسه و کمیته پدر و مادران در روزهای نزدیک بالا پوش کرده می شود. با باوری گفتن ممکن است که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 یکی از مؤسسه‌های بهترین شهر پنجکین حسابیده می شود.